در سرزمین که باد افسانه ها را از دل کوه ها می برد. ماه 30 شبه نماد امید و دگرگونی بود. مردم می گفتند هر که با دل پاک زیر نور آن ماه دعا کند سرنوشتش روشن می شود. این افسانه حکایت پادشاه مغرور و پسر فقیر است که در دل تاریکی نور از تقدیر یافتند. ماه 30 شبه میانشان پل شد، میان فقر و پادشاهی، میان غرور و فروتنی. داستانی که هنوز هم در گوش شب‌های افغانستان آرام زمزمه می شود. روزی روزگاری در سرزمین دور پادشاهی زندگی می کرد که ثروت و شکوهش زبان زده همه بود، اما در دلش اندوه بزرگ داشت. او تنها یک دختر داشت و همیشه آرزو می کرد که ای کاش فرزند پسر می داشت تا وارث تخت و تاجش شود. پادشاه با وجود نیکی‌های فراوانش دلش تنگ و غرورش زیاد بود. هر شب به آسمان نگاه می کرد و با دیدن ماه می گفت ای ماه 30 شبه، تو چرا هر شب نو می شوی؟ اما من هنوز وارث ندارم. در همان سرزمین پسر فقیر هم بود که در کلبه کوچک کنار جنگل زندگی می کرد. پدر و مادرش را از دست داده بود و با کار و تلاش روزگار را می گذراند. دلش پاک بود و زبانش راست. هر شب وقتی ماه بالا می آمد او نیز به آسمان نگاه می کرد و می گفت ای ماه 30 شبه، اگر در سرنوشت من خیری باشد نشانی بده تا روزی بهتر از امروز ببینم. یک شب هر دو، پادشاه و پسر فقیر، همزمان به ماه نگرستند. ماه ناگهان در میان ابر پنهان شد و از میان نورش نور درخشان بر زمین افتاد. آن شب خواب عجیبی هر دو دیدند. پادشاه در خواب صدایی شنید که میگوید فرزندت را به مرد فقیر بسپار که او تقدیر پادشاهی دارد. و پسر فقیر در خواب شنید در قصر بخت تو پنهان است، برو و در تقدیرت را بگشا. صبح پادشاه با خشم از خواب بیدار شد و گفت چطور ممکن است فرزند شاه با فقیر پیوند یابد؟ این خواب بی ارزش است. اما دختر پادشاه دختر مهربان و دانا بود. او باور داشت که خواب پیام آسمان است، نه خیال. روزی در شکارگاه تصادفاً با همان پسر فقیر روبرو شد. پسر جان شاه را از حمله شیر نجات داد، بی آنکه بداند چه کسی را نجات داده است. پادشاه از این دلاوری شگفت زده شد و او را به قصر دعوت کرد. پسر فقیر با ادب و فروتنی وارد قصر شد. همان دم شاه احساس کرد که چهره این جوان برایش آشناست. انگار همان تصویر خوابش را می‌دید. روزها گذشت و شاه آرام آرام بزرگواری، صداقت و شجاعت آن پسر را دید و دیگر نتوانست منکر حقیقت خوابش شود. دختر شاه نیز دل به او باخت، نه برای مقامش بلکه برای انسانیتش. پادشاه که ابتدا مخالف بود سرانجام پذیرفت. مراسم باشکوه برگزار شد و پسر فقیر داماد پادشاه شد. مردم گفتند این همان است که ماه 30 شبه وعده‌اش را داده بود. اما قصه اینجا تمام نشد. پادشاه پیر شد و روزی تاجش را برداشت و بر سر همان جوان گذاشت و گفت ای پسر، تو از خاک برخاستی اما دل آسمان داری. قدر عدالت را بدان که پادشاهی بدون عدالت همان فقر در جامعه طلاست. و آن جوان که روزی فقیر بود پادشاهی شد مهربان، دادگر و فروتن. در سرزمین او هیچ کس گرسنه نماند، هیچ کس بی پناه نبود.
مردم هر ماه شب سوم ماه نو به آسمان نگاه می کردند و می گفتند این همان ماه 3 شب است که سرنوشت را دگرگون کرد.